تو این کلیپ درباره سوالات پرتکرار در مورد محصولات اقتصادی صحبت می‌کنیم. ظاهراً سوء برداشت در مورد این محصولات زیاده و عدم آگاهی بیشتر. اولین سوال در مورد پولیش‌های زبر اقتصادیه. یه پولیش زبر اقتصادی باید قدرت و سرعت کافی برای لایه‌برداری داشته باشه تا بتونه خط و خشای عمیق‌تر رو از بین ببره. هر پولیش ارزونی اقتصادی نیست. پولیش‌های ارزون معمولاً توانشون کمتره، سرعت لایه‌برداریشون کمتره، به خاطر همین مصرف موادشون بالاتره. این مصرف مواد بالاتر باعث میشه که شما پد بیشتری مصرف کنید و به لحاظ ریالی اصلا اقتصادی نیستن. به علاوه اینکه چون قدرتشون پایین‌تر و نمیتونن خوب لایه‌برداری کنن، فیلر دارن و خطا رو پر میکنه و نتیجه نهایی هم متناسب با اون چیزی که خواسته ما هست نیست. سوال دوم در مورد سرامیک‌های اقتصادیه. یه سوء برداشت در مورد سرامیک‌های اقتصادی هست. اونم اینه که ما فکر می‌کنیم که می‌تونیم یه سرامیک 3 تا 5 ساله رو با یه قیمت خیلی پایین داشته باشیم. در صورتی که اینطوری نیست. سرامیک‌های اقتصادی مثل سرامیک‌های قوی‌تر، براقتشون بالاست، آبگریزیشون زیاده، مقاومت در برابر خط و خش دارن، اما تو زمان کوتاه‌تر، یعنی زمان موندگاریشون پایین‌تره. همه خواص سرامیکی رو دارن، اما توی یه زمان بین 6 ماه تا 1 سال که مناسب کسایی که نمیخوان ماشین رو زمان طولانی نگه دارن. سومین سوال پرتکرار در مورد دستگاه‌های پولیشر اقتصادی. یه دستگاه پولیشر اقتصادی باید ارزون باشه، علاوه بر اون باید حتما کارگاهی باشه. کارگاهی به این معنی که به لحاظ ساختار تو دست راحت باشه، لرزشش کم باشه، وزنش حتما پایین باشه و موتورش این توان رو داشته باشه که بتونه در روز 4-5 ساعت کار کنه. یه دستگاه پولیشر اقتصادی به لحاظ متریال کیفیتش بالاست، عمر دستگاه زیاده، فقط توان موتورش نسبت به دستگاه گرونتر پایین‌تره. سوال بعدی در مورد مواد صفرشوی اقتصادیه. یه مواد صفرشوی اقتصادی لزوما نباید ارزون باشه، باید درصد ترکیب آبش بالا باشه. یعنی با توجه به درصد ترکیب آب بالا، باید قدرت جرمگیریش بالا باشه و صدمه زننده نباشه. این به صرف است. اما در نهایت محصولات اقتصادی میتونن خیلی ارزون نباشن، اما به خاطر قدرت و کیفیت بالاشون در نهایت به لحاظ ریالی برای ما به صرفه تر باشن. تو سایت گنجبخش.com تنوع زیادی از این محصولات رو میتونیم ببینیم.